امشب شب قدر است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید اگر شما شب قدر را می خواهید، اگر فضیلت و مقام و مرتبه شب قدر را می خواهید، پس او را در روزهای طاق دهه آخر جستجو کنید که یکی از روزهای طاق دهه آخر این شب 27 است. حضرت ابی بن کعب قسم یاد کردند، والله گفتن همون شبی که خداوند در قرآن مقام و مرتبه و فضیلت او را یاد می کند، این شب 27 از ماه مبارک رمضان است. بنابر خداوند در قرآن مقام و مرتبه این شب قدر بیان می کند. استعیذ بالله انا انزلناه فی لیلة القدر. خدا میگوید ما قرآن را در شب قدر از لوح المحفوظ به سوی بیت العزت به سوی آسمان دنیا فرود آوردیم. امشب شب نزول قرآن است. در امشب همون کتابی که راهنمای بشریت است تا روز قیامت، خدا میگوید ما از لوح المحفوظ به آسمان دنیا فرود آوردیم و از آسمان دنیا به حسب واقعه ها، به حسب حادثه ها در مدت 23 سال به زمین فرود آمد. بنابر خداوند شب قدر گفتن. مفسرها میگویند به خاطر چی فی یوم القدر نگفتن، در روز قدر نگفتن؟ به خاطر چی خدا شب قدر گفتن؟ لأن اللیل جلیس الصالحین و مناجات المؤمنین. زیرا که شب همنشین بندگان صالح است. شب وقتی راز و نیاز پروردگار است با بندگان صالح خود. بنابر حضرت جنید الله بغدادی فرمودند لولا اللیل ما احببت البقاء فی الدنیا. اگر گفتن شب نمیشد من هرگز حیات دنیا را اختیار نمی کردم. من به این خاطر دنیا را دوست می دارم که شبها با پروردگار خود عبادت می کنم. بنابر این شب شب قدر است. به خاطر چی امشب شب قدر میگویند؟ به خاطر که امشب شب تقدیرات امور است. در امشب خداوند روی خطی 1 ساله رحمت و عذابش دست جبرائیل امین میدهد. از این شب قدر تا شب قدر آینده چی مقدار عذاب و چی مقدار رحمت بالای بندگانش نازل می شود. خدا روی خطی 1 ساله رحمت و عذابش نزد جبرائیل امین می داده است و روی خطی 1 ساله آن چیزی که در زمین می روید و آن چیزی که رزق بندگان خدا هست نزد میکائیل می داده است و روی خطی 1 ساله باران و شمال و بادهایی که می وزد نزد اسرافیل می داده است و روی خطی مرگ که در این سال چگونه انسانها از دنیا رحلت می کنند روی خطی او را نزد عزرائیل که به نام ملک الموت مشهور است به دست او می داده است. بنابر این شب قدر میگویند، شب تقدیرات امور. و ما ادراک ما لیلة القدر. خدا میگوید ای محمد از کجا دانستی که چیست این شب قدر؟ یعنی اون فضیلت، اون مقام و مرتبه‌ای که این شب دارد تو به عقل خود او را درک کرده نمیتوانی، به علم خود او را درک کرده نمیتوانی تا زمانی که خداوند خود مقام و مرتبه این شب برای تو بیان کند. خداوند خود بیان کردن لیلة القدر خیر من 1000 شهر. شب قدر آنچنان شبی با عظمت است که عبادتی در این شب، قیام لیل در این شب، تلاوت قرآن در این شب بهتر است از عبادت 1000 ماهی که در غیر این شب انجام یابد. لیلة القدر خیر من 1000 شهر تنزل الملائکة و الروح. در این شب گروه زیادی از فرشته ها با رهبری جبرائیل امین که مقصد از روح، مفسرها میگویند جبرائیل است، در اکثر روایات به زمین فرود می آید. در این شب با اجازت پروردگار گروه زیادی از فرشته ها با رهبری جبرائیل امین به زمین فرود می آمده است. بعضی از مفسرها میگویند مقصد از روح رحمت خداست. در این شب خداوند رحمت شب به واسطه جبرائیل امین
به زمین فرود می آید برای بندگانی که در این شب زنده داری میکنند. بعضی از مفسرها میگن مقصد از روح این حضرت عیسی علیه السلام است، زیرا که روح نام عیسی است و در این شب در مابین فرشته ها حضرت عیسی علیه السلام به خاطر تماشای عبادت امت محمد صلی الله علیه و سلم به زمین فرود می آید. تنزل الملائکه والروح فیها باذن ربهم من کل امر. بنابر روایتی هست در این شب که حضرت موسی علیه السلام با پروردگار خود مناجات کردند، گفتند الهی ارید قربک، خدایا میخواهم که به تو خیلی نزدیک شوم. پروردگار گفتند که موسی کسانی که میخواهم به من نزدیک شوند در شب قدر با عبادت سپری کنند. بنابر کسی که امشب با عبادت، با تلاوت قرآن، با قیام لیل، با نماز نافله اگر سپری میکرده است به پروردگار خود نزدیک میشده است. باز موسی پرسیدن الهی ارید نجاتک، خدایا میخواهم که نجات از تو یابم از عذاب قیامت، از آتش دوزخ. پروردگار گفتن موسی بندگانی که میخواهند از آتش من نجات یابند امشب با کلمه استغفر الله سپری کنند. امشب کسانی که استغفر الله العظیم بسیار تکرار میکنند این وعده خدا هست که از آتش دوزخ و از عذاب روز قیامت نجات مییابند. باز پرسیدن موسی الهی ارید رحمتک، خدایا میخواهم که سزاوار رحمت تو گردم. پروردگار گفتند که موسی بندگانی که میخواهند سزاوار رحمت من شوند در امشب نسبت بندگان من رحم کنند، نسبت فقرا و گرسنه‌ها و احتیاجمندها. هر کسی که در امشب خالصانه رحم میکند او داند که سزاوار رحمت خدا میگردد. معلوم میشود که عبادت امشب هم سبب نزدیک شدن به خدا، هم سبب سزاوار گشتن رحمت خدا و هم سبب نجات از آتش دوزخ میگردد. و کسی که امشب با خواب سپری میکند هم از قربت خدا محروم میشود و هم از رحمت خدا محروم میشود و هم از نجات خدا محروم میشود. پروردگارا عبادت های ما را به درگاه قبول بفرما. خدای ما را از ثواب شب قدر و از ثواب این ماه مبارک بهره مند بگردان. خدای ما را به واسطه انجام دادن عبادت و فرمان برداری از تاریکی معصیت و گناه بیرون ساز. به نور ایمان و تقوی و مشرف بگردان به حرمت اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. آمین یا رب العالمین.